در اعماق تاریخ محرمانه جنگ سرد گزارشی وجود دارد که حتی امروز هم نفس را در سینه حبس می کند. گزارشی از سازمان سیا درباره حادثه‌ای که به گفته شاهدان مرز بین علم و افسانه را شکسته است. سال 1991 شوروی در حال فروپاشی است. در جریان یک تمرین نظامی در اوکراین چیزی در آسمان ظاهر می شود. شیئی بشقاب مانند، کم ارتفاع و بی سر و صدا. سربازان با تصور تهدید موشک زمین به هوا شلیک می کنند. برخورد مستقیم، سفینه سقوط می کند. از لاشه 5 موجود ناشناخته خارج می شوند. چشمانی سیاه، سرهایی بزرگ، حرکاتی آرام اما حساب شده. طبق شهادت بازماندگان آن موجودات با یکدیگر ادغام شدند و چیزی شکل گرفت. یک کره نورانی درخشان و هولناک. تنها چند ثانیه بعد انفجار نوری رخ می دهد و 23 سرباز همانجا به مجسمه های سنگی تبدیل می شوند. بی حرکت، بی جان، منجمد در زمان. تنها 2 سرباز نجات پیدا کردند. آنها در سایه بودند، در پناه تاریکی. دانشمندان شوروی اعلام کردند بافت این اجساد به ماده شبیه سنگ آهک تبدیل شده است. سازمان سیا در گزارشش می نویسد تصویری وحشتناک از انتقام موجودات فرازمینی، تصویری که خون را در رگها منجمد می کند. اگر این اسناد واقعی باشند باید بپذیریم که آنها نه تنها آمده اند بلکه قدرت دفاع دارند، قدرتی فراتر از درک ما. آیا این فقط یک افسانه است یا تکه‌ای از حقیقتی پنهان، حقیقتی که در لابلای خاکستر جنگ سرد دفن شده؟